азобое ки ҳамин оила мадудагим агар дигар кас мешид агар ин мара дӯст намедошт мумкин як рӯз қатима дига наместуд. یا احساس پشیمانی هست در پیش همسرتان؟ беҳад چی میخواهید بگویید برایش؟ мехоҳам ки شاید عذرخواهی میکنید. عذرخواهی میکنم میگم که با پروردگار نگاه کرده میگم که الهو قادر و پروردگار به لطف خویش فرمایی تو ما را گناهگارم به درگاه تو بی حد امید عفو دارم کردگارا. معنیش که عفو میدونم که بخشیده است میدونم که لیکن گناهگارم اقرارم. بورک میمون نواز پاکیزه پیراسته و راحت بخش غذایش هم طبیعی توان بخش و ارگانیک است. آمدن را به این مکان همیشه توصیه می دهم. سنگلی میرزویف بعد تنفسی نه چندان طولانی مهمان برنامه ناگفته ها. درود بر شما و درود همه بیننده های نازنین رو به شما میرسانم. سلامی جوانی خدمت به تمام مخلصان رو میرسانم. ما با شمایم و همه وقت حافظ با مخلصش زنده است. یعنی که ما باید همه وقت از شعر از سرود مواد تیار کرده برای ما همه وقت غمی مخلصان ما میخونم. باور دارم که همش میدونن و با یک بارگر میگم که مخلصان ما با شمایم. سلامی گرم و مرا قبول کنین. اون برنامه که تهیه کردیم خیلی جالب بود. سنگلی میرزویف راجع به زندگیش در محبس حرف زد. سخنهایی رو که در هیچ کجا نگفته بود گفت. ولی امروز ما راجع به فعالیت هنری سنگلی میرزویف صحبت میکنیم. زیرا در پیش جشن 40 سالگی فعالیت سنگلی میرزویف در روی صحنه ما و شما را انتظار است. زرنگ هام زرنگ هام به شما درود میگوید. بیرون مبل را دیدن ممکن اما درونش را نه. صفت چوب، آهن، چرم، متاع و حتی ریشتر را مسنجیده به شما مبل پیشنهاد میکنیم چون که مقصد ما به دست آوردن باوری شماست. همه نمودی مبل، راحت کرسی، رخت خواب، جیوان، کمد با آرایش مخصوص اینجا هست. اگر صفتی بلند را با نرخ مناسب میجویید پس به زرنگ هام بیایید. سراغ شهر دوشنبه کوچه پولادی 39. راجع به این روز مهم حرف بزنید. ارزو جون اگر من ممکن دیگه خیلی با فعالیت من میشید دیگه خیلی تر میکردم از این با زیادتر با مخلصو انا با هواداران خودم با بسیارتر معقول میشیدم. بسیار وقت ما زندگی گفته همی تنبلی کردیم لیکن من میتونم تمام مردم برسه یگان آدم یگان وقت زیقی منه که زندگی من هم خیلی کرد و مثال زندگی من هم خیلی کرد گفته برای که خطاگی من است. یعنی شکایت نمیکنید؟ شکایت نمیکنم. چرا؟ شکایت است برای که ما شکایت خیلی ما شکایت کنم که همین را من خودم برای خودم ترتیب دادم. همین خطاگی را همین بی اهمیتی بسیار کردم. همین حالت را خودت. همین حالت. لیکن ما وزرا حالتی که ما نموشتگیم بسیار روزیم ما سخن گوش کنه قریب که گم کرده استیم. همین شما اهمیت دین. ما همین قدر مهنت میکنم. انا بایدوی ناو میبرم سردوی ناو وقتی میرم میخونم از لویق از چیز من اهمیت میتونم. ما باید نگاه کنم سینی خلق میخونم. اهمیت بودم که کی ما را اینجا گوش کرده است. باور کنین کم میبینم. یا آدم را نگاه داشت خیلی که باید ما معقول شده که او کنی ما خطا کمد مونند کردم. این البته شوخی است. شوخی است. چون که انسانی نیست که سنگلی میرزویف را در تاجیکستان نشناسد. سنگلی میرزویف یگان بار عزم ترک کردن میدان هنر را کردید یا نه؟ نه نکردم. هیچ وقت لااقل در یگان
لحظه خیلی سنگین و دشواری زندگی قصد ترک کردن صحنه در ذهنتان پیدا نشد؟ در ذهنم پیدا نشد، برای آنکه هر یک هنرمند باید از عهده حافظی بروید. دوم باید که یک راهی را انتخاب کند که ما ارزو جان داریم حافظ، داریم سراینده. هسته سراینده یعنی که اجرا کننده، اسپالنیتل ارسقتی میگن. بله. و سراینده مولی هر هنرمند میخونه، یعنی که سرودی اصیل خودش ندارد، سرودی یک کمپوزیتور میخونه یا که سرودی یک حافظ دیگر هم میگیره میخونه. حاضر هم همی ای تمامی حافظو هستن. من حافظ را دیدم که ای تمامی حافظو حافظی کرد. در نیم ساعت خوندگیش ای سرودی 10 تا حافظ خوند. 3 دقیقه 30 دقیقه. انا ای دلشادی فیضلو اینا شاگرد داریم حافظی میکنه، نوحی حمدانی بسیار جوانی. لیکن من دیدم که حافظوی پیدا شدن که همورا 100% وای میکنن. چخیل همین تمام سرودوش میخونن. چون راجع به دلشاد فیض‌الله حرف زدید، سوال پیدا شد. نوازنده هایی که قبل با شما کار میکردند حالا با دلشاد فیض‌الله کار میکنند. چرا رفتند؟ راستی گپ بین ما یک گپی شخصی یادگاری مون دو کس گپ زدیم. قایمی موسیقیچی که در اوج دلشاد مینوازند و هم فهمیدن ممکنه. اینا شما مرا ارزو یک وقت مثال توی شما میگن، مثال میگن که استاد بیا خدمت کن، ما باید شما بیام خدمت کنم. لیکن امخیل ادمو بدن که میگم ما فرق نداره کی دا میره کی دا نمیره، چیکار نمیکنی چیکار نمیکنی، باید که همین اولی که مارا اون مارای هر سر یک نفر میره. مثال شما گفتم. لیکن من این خفه نیستم، ما هم صحبت میکنیم. سنگلی میرزویف واقعا وقتی که یک نفر از گروه می رود در حال به جای او دیگری رو پیدا کردن کاری در دشوار نیست. دشوار است. یک نفر اگر باشد، اما چند نفر رفت یک و یک باره از بری شما پیدا کردن یک گروه به نهایت کاری دشوار است. در همون مرحله اول چی وضعیت داشتید شما؟ در وضعیت در رویه که اولی که ما با همین گروهی که من جمع کرده بودم بیاد گروهی سخت بود. بله. بیاد گروهی پروفسیونالی بود. خود ما وای خفه نیستم، لیکن ام ماه شریف رمضان است. ما توی گرفتم، چندین توی را گرفتم، پیش پرداختاشو نگرفتم. اینو یک بار نمیگن که استاد با همه دیمون نشین شما. ما شما رفتیم هیچ چی نمیگن. همین 4 تلفن را میکشن. یک تا اوزرم همون تاولاشی قدیمه با دهنی همون میگه که استاد بگو که دیگه با همه دیمون نشوا. میدونی یه هفته مونده است. اینقدر توی اینقدر معرکه گرفتیم. بعد همینجا یک چیز دیگه رول اساس بازی کرد که همینجا با فهمیدیم همون مردم سنگالی زکاز میکنن. سنگالی را وقتی سنگالی را زکاز میکنن دیگه اون اهمیت نداره که کی مینوازه هوای ده. استاد کفتان گرفتم موسیقیچی. بعد آقای سوزالی را فراد کردم، من موقتی موستم. بعد اینو را جمع کردم، نه نواز با خدای بخش گرفتم. بود همین مدت یک ماه ما یعنی که یک گروه را جمع کردیم. گویم میخوام که یک ترانه اجرا کنید، بعد صحبت رو ادامه میدیم. از عمری کمین سان مینالم از بیغمی یاران مینالم از بیغمی یاران مینالم
وقتی که گل و سبز ای خاک برون آیم وقتی که گل و سبز ای خاک برون آیم از کم شوی بارون می نالم از کم شوی بارون می نالم از عمری کمی سون می نالم در چیلای تابستان خورشید جوان را در چیلای تابستان خورشید جوان را گاهی نشود تابان می نالم از عمری کمی سون می نالم از بیغمی یاران می نالم می نالم می نالم ترانه‌ای که حالا صدا داد با موضوع صحبتی ما که چند پیش کرده بودیم موافقت میکند؟ بله ارزو جون اماچوی مسعود بود یک تا افغان میگفت که عمر آدم اگر هم خیلی نگاه کنیم خیلی بگذار که ای 70 تا 80 دیگه همین عمر داریم ما همیشه سر میکنیم اول تولد میشیم میخونیم مکتب میونه تمام میکنیم بعد انا خدمت میکنیم میم کار میکنیم که انا سون بیاویم زن میگیریم فرزندو را معنوش که تا 50 سالگی تا 60 سالگی شه همین آدم فقط موزه با زندگی ای پای زندگی وقت کمیش در چه که همین تو میخوریم که عمر گذشت اینا ما ارزیون 60 میدارم هیچ وقت درباره سنتون حرف نمیزدید امروز نمیدونم از چی باشد که آشکار حرف میزنید برای آشکار حرف میزنم که 50 چند نه همین حاضر ما آشکار گام میزنم که برای که مردم ببینن که ما در همین سن سال چخیل من همین ما حاضر راحت میکنم انا سلامتیم خوبه از اور برشگر در این 40 سال فعالیتتان چند ترانه دارید که مال خودتانن؟ شعر می نویسه نه بله آهنگ نه بگذار آهنگساز دیگر نفر هم باشد یعنی مخصوص برای شما آماده شدن این ترانه ها چند تا اند تقریبا؟ حساب نکردم تقریبا ممکن یگون حدودش از 100 تا میگذرد؟ از 200 تا میگذرد از 200 تا حتی بله میگذره خیلی زیاد بله از میون این همه ترانه ها زیاده از 200 ترانه هست ترانه‌ای که بسیار مثلا در لحظه های تفریح در خوشحالی ها میخواهید بسرایید؟ در خوشحالی ها؟ بله سفید روی که زیبای تو مست کند حسن دلارای تو یک دم پیشم بینشین ای نگار سجده کنم پیش قدم های تو این طور نمی شود اگر این رو شما با آواز دلانگیزتان و با استفاده اکاردیون نخوانید قبول نیست. ارزو جان انمی سخنی که چور مصرعی که حضور ما شما گفتم مولی سنگالی است همین را خودم نوشتم. عجیب. این رو در چند سالگی نوشتید؟ این را ما حضور میگم سالوی 88 89 با کسی بخشیدیدش این ترانه رو؟ بود یگان خانومی سفیده مثل برف قریب 80-90% همین سرودوی عشقانه‌ای که میخوندم ما برای همین زوجه خودم برای همین گفتی سید مراد مردانوف اوچه نسیم جان ترک آزادی بو وقت خونده بودیم.
پس بیاید سفید سفید رو میشنویم دوستانی عزیز. سفید سفید رویک زیبای تو مست کند حسن دل و روی تو، یک دم پیشم بنشین ای نگار، سجده کنم خاک قدم های تو. بله. گوش کنید. سفید سفید رویکی زیبای تو، مست کند حسن دل و روی تو. سفید سفید رویکی زیبای تو، مست کند حسن دل و روی تو. یک دم پیشم بنشین ای نگار، یک دم پیشم بنشین ای نگار، سجده کنم خاک قدم های تو، سجده کنم خاک قدم های تو یاری. خیلی جالب. فکر کنم پسندتون کیف کردی این اومد. باید خوندگی؟ کیف کردم. خیر دوستان عزیز، صحبت را ادامه میدیم. عاشق شدید و اگر شدید پس عشق چیست از نگاه شما؟ عشق من عاشق شدم یک دیدن، منم که یک دیدم عاشق شدم این گرفتم. باور کنین شما میرا همین آدم دیدم، همین اویلما گفتم که دخترک شما بسی اومد معقول شدیم من شما را میگیرم. من آیا نگاه کرد گفت که برای اول یک هفته اویله را نگاه که بعد بیو قدیمه هم خیلی گفت زن. چرا سیمای شما کوزه باست؟ اگر روز دیگه انا شما ارزو جون میخوین مرا دلتی کنین و ما خدمت نمیبینیم در اوینه هر روز خیلی. یک شاعر خلقی در طرف پرول است، پدری تشریفی همین غریب شو کمپانیا میگه که نظر خلیل میگه او هم رنگی ما برین هم خیلی خوشبوه برونم رو اگر بینی دیگر دیدن نمیخواهی، درونم رو اگر بینی تو گنجی به بها یابی. خانومتان گفت اون وقت خانم شما نبود؟ بله خانم من باید نبودم، دختر که شهر گفت که یک بار شما چهره خودتان رو در آینه نگاه کنید قهرتان آمد از این سخن؟ او چنده باور کنین خیلی یکمش عقلی منو میگیریم که من یک گپه که وقتی که همین دیدم همون دختره وقتی دیدم ما دیگه تمام برای ما دیگه یگون چی وجود نداشت. باور کنین همین را دیگه او گپی او یگون گرم اهمیت هم ندادم. گپی او در گوش من رسیدگی نیست. من همین دیدم عاشق شدم این گرفتم. تاریخی را گواه تاریخ گواه این دختر راضی می شود. 2 سال فقط رفتن همین رفته فقط یک گپ میزدم او یک بار همین سلام مرا علیک میگرفت نمیگرفت دیگه همین با میرفتم. سخن دقیق نمیگفت که ها یا نه؟ نیمو داری برا اومن گپ نمیزدم. و اینقدر باوری از کجا در شما؟ نه طرف عروس نه طرف خدم، یگون طرف همین دو طرف روزی عموما روزی نبودن که من زنی شهری دوشنبگی برم اینو را اینو که یا آدم ایدیگر شهر با این صنعتکار را همون صنعتکار را عموما نمیتیم. 10 بار ما اقساقل روی کدگیم 10 بار دسترخونی ما را بیرون موندن قبول نکردن. اون وقت همین خیلی مو عاشق بودیم یادگاری مونده که مورا یگون چیز دنیا همین قدر زدنی کردن او اویلما خونگوشی که همین نمیگیری گفتن. لیکن ما در پیش خودم نقشه گذاشتم من میتونستم من خیلی بگیرم برم دخترم. او وقت 18 ساله شدگی بود ما حقوقی گراجین داشتیم که ما همین خیلی قانون بود که بروزگی دیگر. لیکن ما میخواستم که همین اویلای ما با یک سری بلند خونه ما بود رویا، یعنی آبروریزی نشوه توی قدی خونه ما بود برای که مادر چقدر برای ما عزیز مقدسات نباشن یک وقت یک سخن میکنن که همون زخمی سخن از زخمی تبر میگذرد. متر نیاوردم خودت اومدگی میجون میتوانست یک روز همین گپو پوشوند. لیکن ما همین رو فکر کرده بودم و همین خیلی کردم که همین با یک آبروی محمد همین عروسی ما خونه در اومد. سنگلی میرزویف اون وقت والدین نمیگفتند که خیر 10 بار رفتیم ندادند بیای دیگر؟ مادر ما
جاشون جنت باشد. مادر گفت که تمام من دیگه نمیرم. گفتم همین خیلی. بعد گفتم شد که که همین راضی کرد شدن؟ آخرون بعد همین گفتم که پدر تا بگو همین شما در شرمندگی میبره که همین عروس با یک عمر بلند خونه بدرویا. بعد اخیر بعد گفتن که خیلی بیاین. بعد 11 کرد. بعد رفتیم ما هم کم بغل کلون شدم ما راستی گفت. ولی ما ای انا چی بگم پدریمو ای کودکخانه بود ای دیدم. همین خیلی. بعد ایو اومده او خونه چای مو را دیدن اومد هوشش رفت. بیاد ما یک دو خونه چای مایده در هم قشلاق لنگر زندگی میکردیم. لیکن کالتا و کوتا در روز ایرا ایپایش نمیشیم. نیکی در وقتی همه زندگی کردن نه اینکه تمام مرد اولیما ظرفشونیه، نه اینکه تمام مردمی ظرفشونه. مردمی شامتو چم قشلاقی پدر مادر امی اویلم و سال 54 اومدن ایو شهری نکه. نیکی قشلاقشون شامتو چی عینیه ظرفشور. ما تمام همین مردمی ظرفشون و تمام مردمی شامتو چی تمام مردم همین فهموندم که ما دمودی حقیقی برای همینویم. ارزنده همین ارزندگی را نشانشون دادم. با درجه همین وقتای اخیر همین نقض میبینند که یگان وقت همون قشلاق شامتوچ اگر یکی مهمون شدم باور کنیم مردم هم خیلی ساعتکی مهمونی میبرم میره. اول خیلی جان اولو نمیرفتم کو. ما بعد که بعد خدمت کردم یعنی که خدمت نشون دادم که من خیلی همین شما ای داماد انتخاب کردگیشون یعنی که پشیمون نشوند. شامتو تو لنگر رو به هم پیوستیم. ولی من 40 سال امسال ببینید عشق چیکار میکند. انمی سال 23 آگوست سال 83 23 آگوست توی من بود. حساب کنید گارزو جان. 40 سال 60 سالگی خدمات 40 سالگی فعالیتتون فعالیت ایجادی و همچنین 40 سالگی ازدواج من با هسته. باور کنید ما عذابویی که همین اویلم دادگیم اگر دیگه کس میشید اگر این مرا دوست نمیداشت ممکن یه روز قتیمه دیگه نمیستود. درباره عذاب‌هایی که سنگالی میرزویف با خانومش داده است بعد یک ترانه حرف میزنیم. ولی این قصه زیبای رمانتیکی قصه عشق سنگالی میرزویف همسرش مجبورمون میکند طلب کنیم که باز یک ترانه دیگر رو پیشکش ما بکند. یک سرودی از همان سرودهای عاشقانه. مرحمت. نمیدانم چی سان گویم با تو ای جان شیرینم. از عشقت گشتم مجنون در بیابانها میگردم. از عشقت گشتم مجنون در بیابانها میگردم. زنم خود را بغیر کنجه ولی دیدار نمیبینم. امیدم کنده از دنیا چو عاشق زار میگردم. زنم خود را بغیر کنجه ولی دیدار نمیبینم. امیدم کنده از دنیا چو عاشق میگردم. نمیدانم چی سان گویم با تو ای جان شیرینم. از عشقت گشتم مجنون در بیابانها میگردم. روان
گشتم به کوی تو که بینم روی زیبایم روان گشتم به کوی تو که بینم روی زیبایم روم گر تو به آخر لی رویت سر نمیگردم نمیدانم چی سان گویم با تو ای جان شیرینم. ترانه خیلی جالب. تشکر میگویم با استاد سنگلی میرزویف و برمیگردیم با اون سوالی که فکر میکنم از یاد شماها هم نرفته است. استاد گفتید که همسرتون رو خیلی غم دادید، یعنی چی غم دادید؟ اگه ما هم خیستم هم ماشه در همه شما گفتم اکه ارزو جان من نگاه میکنم حیات همی میگفتن که پستی بلندی دارد هواری دارد یا بلند برد یا پایان میفروی ما ممکن در همون وقت یکون کسی نبود که ما را دیگر راه ده تربیه کند. کسانی که میخواهند برنامه پیشینه رو ببینند حتما سر بزنید با نگفته های سنگلی میرزویف. ما تقریبا 2 سال پیش یک برنامه تهیه کرده بودیم. در اون برنامه استاد درباره تحصیلشون، به لنینگراد رفتنشون، از لنینگراد یعنی سنت پترزبورگ برگشتنشون خیلی مفصل سخن کرده بودن. ولی حالا برمیگردیم با همون سوال. گفتید که همسرتون رو غم میدادید، یعنی چطور غم میدادید؟ میخوام در این باره کمک روشنی بیاندازید. کمک ارزو جان شما غم نمیتید ینگما میشود گاه بله ای ما گاه نه همه وقت که غمدهی شما چیست؟ یعنی چگونه غم میدید؟ ما قربانی همه مخلصویم. بله از بس که مرا اویلم یک 30 سال زیاد میگم که کی همه مردم بس میکنن گوش کردن ایترا که ما همه شما رو همه گوداکو اقلا بسیاری بینن. تمام حیات در خون مردم گذشت. نمیدیدن ما را آخه. ما می اومدیم یک خونه می درآمدیم یا لباس حالش میکردم یگون پول میدادم تمامی کمبودی خونه رو حل میکردم. میگو که آخه بعضا میگفت که اولا میگو که او چی در کاره همین آخه چیزی شما که وقتی هم پول میاد میتیمون رحمت اوقاتمون میخری هم چی میتی وقتی خودت نیستی. اما می اومدیم همین خونه ندار اومده که همین در اومده خونه میدارم که یک کسی زنگ میزنه که بخی بیو و میرفتیم همین خیل روز دیگه زندگی گذشت. تو حاضر همین یعنی با هم و از هم جدا بودید؟ با هم و از هم جدا بودیم. نکی حاضر با هم و هم یجاییم. این یک موضوع بسیار جالب است برای سرودی نو. با هم و از هم جدا. مرحمت. دشوار است با هم و از هم جدا بودن. ما همین کوشش میکردم که عموما یگان آدمی که در خونه ما بیوه ای خونه ما ناامید نروه. برای همین بسیار چیزا قربانی کردم. گوداکو در خونه بودن تنها. انا میرفتم معرکه می اومدم ساعت 2 شب خوب میکردم سحر میشد. اون وقت تنظیم رسم اویی نبود. هر روز هم توی بود، بیگاه هم توی بود. یا احساسی پشیمانی هست در پیش همسرتان؟ بی حد. چی میخواهید بگویید برایش؟ میخواهم که شاید عذرخواهی میکنید. عذرخواهی میکنم میگم که با پروردگار نگاه کرده میگم که الهو قادر و پروردگار به لطف خویش فرمایی تو ما را گناهگارم به درگاهی تو بی حد امیدی عفو دارم کردگارا. معنیش که عفو میدونم که بخشیده است میدونم که لیکن گناهگارم اقرارم. این هم مردانگی است. همین که در حیات فقط به همین اهل خانه نظر با دیگر جو کمتر ما کم اهمیت دادم. کم توجه کردم. من یک نگاه کنید آدمو اولی اوزو همه چیز خدا ایده دولتشون از زیاد گردونه. ماشینای پیش دارن، خانه‌های خوب دارن. اما فقط همین فکری مخلصو خطی بدیم مخه. همین مخلصو که میگفتن میرفتیم.
دیگه میریم همین بور های بله میگن ای سنگلیون مادیس زور خوندی با یگاسی میدادن منا دیگه می اومدیم مونده شدگی خب میرفتم میخستم که با معرکه رفتن نکنه پول جمع کردن رو دوست نمی داشتید ما با پول آشنا نیستم اینا قریب که تمام تاجیکستان میدونن و یک جزودانی که در دستتون هست دائما در دستتون میبینم خیال میکنم که پر از پول است من مردم فکر کنن من شما مردم و مغرسون فکر کنن که در درون همون پول است اصلا چی است لیکن خود اگر حجر من با جایبک و همیونی کسی دست دراز کرده نیستم ولی فقط میپرسم که در داخل اون جزودان شما چی است چی گفتید نمشه جزودان اگر از من همین جوزدانی خدمت کشویم ارجون شما همین قدی آواز گریه کرده با یگان چی داشته باشین یگان پیسه دارم جوزدانی ما بیدوزین بیاد میکشیم مرحمت روزی هستید بکشیم من از نواربرداران خواهش میکنم که همون جزودانی سنگلی میرزویف رو بیارند و بسنجیم ببینیم که در داخل اون جزودان چی است برای من اصلا خیلی جالب است و این لحظه اکسکلوزیوی برنامه نگفته ها است اولین بار در برنامه نگفته ها سنگلی میرزویف جزودانش رو میکشاید در حضور ما ایرا سیوم کنه بعد در کامنتاری این جزودانی سنگلی میرزویف میگن که روش سیوم میکنه جه همه چی داشت همیشه در دستش است و خیلی وزن هم دارد چرمی است صفت خوب دارد و فکر میکنم که داخلش نیز ما رو به حیرت میاره به حیرت میگذارد حاضر ماش ما رو به حیرت من وقتی که ما طرف کلوب طرف نورک اشر بیرون میبرم این همون تلویزیونی من است که پلانشتی که من اینجا فیلم تماشا میکنم چگونه فیلم ها رو تماشا میکنم ما چی میگن من چگونه فیلم ها تاریخی نقش میبینم بعد چی را کتاب خونه چه استفاده میبرم همیرا کتاب میخونید در کتاب الکترونی کی را میخونم گوگل نیکراسوف لرمونتوف چخوف تالستوی همین کتابو همه دارم یاد میمونم انا خیلی گوش کرده خوب همین خیلی میرم اودیو کتاب شما میره اودیو کнига روسی خط میشه خب من سیگور کتاب های صوتی گوش میکنید دو نمودی سیگور میکشم خب سیگار انا میتونم توصیه نمیدیم با جوانان بله من توصیه نمیدم این یعنی که بعد همون سیگار رو کشیدن این وقتی باید که ما عطر سنگلی خب این همه شما رو همین را نشون دادیستم خب جالب من ناوشنیک خب این دارو من دارو کورگا این برای چی است؟ این برای دندون ضریعت برای ماشین برای автомашина بله این جوهرش رو نکشیدید پاشالستا این چی نیست حاضر دویمشده پاسپورت دخترم این جای کار میکند اینم گرفتن در کار شناسنامه فرزندتون این شناسنامه خودم و 10 سومونی باورم نمیاد دیگه در کیسه ما ایجاده من اگر باورتون بیا بقبیره موندگیش یاده منه 1000 سومون خیلی 1010 سومون 1010 سومون ما دارم بیایید جابجا کنید چیزهایتون رو من تشکر میگویم برای عموما واضح بودنتون زنده باشین عجایب شما انسانی بسیار هم روشندل هستید هر کس راضی نمیشد که داخل همیانش رو جستجو کنیم او همیان من هیچ که یگون چی پناه نمیکنم اینها رو بگیرید از همه اساس این رو فراموش نکنید اساس بله ای انا میره اساس انا میره عجایب بعد همین 10 سومونی در داخل همیان سنگلی میرزویف من فکر کردم که اینجا پول است پول کلان شاید اینجا یک بسته دلار هست بسته دلار 10,000 دلار سنگلی میرزویف با 4 طرف خرج میکند و کیف کرده زندگی میکند ولی از داخل این همیان ما همگی 10 سومون یافتیم ولی بویگری سنگلی میرزویف این نیست ثروت سنگلی میرزویف این صدای هست که از حنجره‌اش بیرون می آید صدای ناتکرار صدای زیبا صدایی که از آسمان
از طرف خدا تقدیم شده است به این سلامت هنرمند. باشین. این صدا وقتی که تنین میاندازد من گمان میکنم که اقربک ساعتها می ایستند. دنیا گل و گیاه و سبزه و درختان همه توجه میکنند به این صدا. در نهایت صحبت یک سوال دارم، با همین سوال جنبست میکنیم برنامه رو. بله. جوان‌هایی هستند که اقتدار دارند، قدرت دارند، آواز دارند ولی پیش رفتن نمیتوانند. بیاید یک مصلحت بسیار سودمند بدهید از آن مصلحت‌های زیبای سنگلیانه. همین یک چیز فراموش نکنه، اگر بخواهند که چخیلی که ما در اینقدر سین سال ما را مخلصا گوش میکنن، چخیلی که ما را گوش میکنن اونا را هم خیلی گوش کنن، باید که بسیارتر زنده بخونن. پهلوانی که چمپیون جهان است بعد مشق نمیکند، گفتی علاءالدین خدا رحمتی که میشلم بعد همین گوشتش میفروید. حافظی هنرمندی که همین زنده نخون آوازی او گم میشود. ارزو جان نومی همین آواز جوانایی که برای ما شخصا معقولن نام شدن نمیگیرم، ممکن باید سخت برسه. من آدمی را میدونم، من بی‌حد آواز اومد معقوله، بعد همین هنری که میخونه همین هنر اومد هنرش بی‌حد معقوله، لیکن همین خوانندهش اودیتورش نیفتسته. همین دیدن که نمیشوه، دیدن که مثال وای پیدا نکردی، برای یک کار دیگر یاد بگی، یک هنر بگی، الکتریکی را یاد بگی، یا که یگون دریدگری را یاد بگی، یا که یگون مثال شفیری را یاد بگی، این را یاد گرفته میشوه. و شفیری را خوندی میخونی میلیون کس میرم. من یاد نگرفتم ارزو، من حیاتم ده ماشینایی نکردم. همین قسمی 2 کیلومتر قسم نمیخورم، 2 کیلومتر 1 کیلومتر حقیقتا شه. من همین شوق ما پیدا نشید. که پیدا نشید مرا 5 تا آدمی هست که مرا میبرن میورن، کجایی بگو میبرن. همین هم اساس که تو در وقتی در سر قلاب بدنت تو چخیل زندگی می، چخیل تو رفتار میکنی، چی ایخد میمونی. درست. گفتگی هم که تا وقتی که مخلصو همین حافظ با مخلصش زنده است. اگر همین مخلص تمام شد، حافظ هم باید که تمام. حتی تنگ نظرترین انسان باید اعتراف کند. اعتراف هم چیزی خوب است. بله. اگر دوست نمی‌دارید لااقل اعتراف کنید و بگویید فقط احسن. من سپاس میگویم با سنگلی میرزویف که امروز به برنامه ما آمدند و بهترین هدیه برای سنگلی میرزویف این محبت شما است مخلصان که این سالها با ترانه‌های ما با مخلصا هم زنده. بله سنگلی میرزویف گوش میاندازید. با تمام مردمی که بیرون از مرز تاجیکستان خودمون زندگی میبرن، کار میکنن، در غریبی هستند، در مردیکاری هستند، در کجایی که نباشن، اقلا اگر ما با یک خط سرودم، با یک شعرم دل همونو را خرسان کرده باشم، ما فکر میکنم که بهوده زندگی نمیکنم. ما البته با ترانه گلیسه برنامه ناگفته ها جنبست می شود. امید میبندیم که سال آینده نیست استاد سنگلی میرزویف میآیند با برنامه ناگفته ها با یک دنیا تأثیرات، با یک دنیا اندیشه های تازه. یک قبله جمع کنم. ارزوی سویب نوشته است، متنی ارزوی سویب است. دامن همه گل کاری بود چادر چی بزیبای، گلفی کجی خم زده بالا و نیشیبای. دامن همه گل کاری بود چادر چی بزیبای، گلفی کجی خم زده بالا و نیشیبای. وقتی گل سیب است ای دخته بزیبای، ناز و نگاه نغمه همه دامی کنیبای. وقتی گل سیب ای دخته بزیبای، ناز و نگاه نغمه همه دامی کنیبای. شکردم که بریدی عهدیاری، برای دل شراف میگذاری. گه شاد و گه ناشاد هستی، نمیدانم به سر فکری چی داری. گه شاد و گه ناشاد هستی، نمیدانم به سر فکری چی داری. وقتی گلی سیبای ای دخته بزیبای، ناز و نگه و نغمه همه دامی کنیبای. وقتی گلی سیبای ای دخته بزیبای، ناز و نگه و نغمه همه دامی کنیبای. یک پیشنهاد دارم، در شبکه خبرکش ما
таронаҳои Сангали Мирзоевро аз ин барнома ҷудо ҷудо мемонем. касоне ки ташнаи садои Сангали Мирзоев ҳастанд, ҳатман ба шабакаи Хабаркаш дароед ва аз он ҷо ҷудо ҷудо таронаҳои Сангали Мирзоевро гӯш кунед ва бартарии контенти мо дар шабакаи Хабаркаш ин аст ки он ҷо таронаҳои зинда таҳти унвони Замзама пешкаши шумо мегарданд. ҳатман сар бизанед, тамошо кунед, баҳра бардоред ва дар охир сипос мегӯем ба Сангали Мирзоев ва ба худи шумоҳо ки моро тамошо мекунед. хайр. ин чӣ калима аст? аз кадом забон омадааст? ин ҷо чӣ маъно дорад? ба ҳамаи саволҳо аз важаҷу нуқтати ҷ ҷавоб пайдо кунед.